در وقت جان دادن پشیمان می شوند. چون آگه مرگ آید پیش خوری آن دم پشیمانی. سوار در مرکبی چوبی اگر قصر زرین داری، اگر شاه و اگر درویش اگر ملک جهان داری، دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. به حال خود مشو غافل که جای زیر زمین داری. چی میگه؟ کجا شد آدم و حوا، کجا شد یوسف و موسی، کجا شد ایوب و یحیی، کجا شد نوح طوفانی. حضرت نوح 1450 سال به گفته قاضی ثناءالله پانیپتی رحمت الله علیه 1450 سال عمر کرد. 1450 سال از حضرت نوح پرسان کردن دنیا را چطور پیدا کردی؟ گفت دنیا را مثل دو دروازه، از یکش داخل شدم از دیگرش بیرون شدم.